مردم تو ایران درگیر جنگ بودن. سلام، حالتون چطوره؟ به اولین ویدیو رسمی کانال یوتیوب 3D اکشن خوش اومدید. اگه برای اولین بار منو میبینین، من آرش هستم از بنیانگذاران 3D اکشن و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بچه امروز قراره با هم دیگه یک تجربه خیلی خاص و متفاوتی رو داشته باشیم که البته خود منم بار اولمه که دارم چنین حرکتی میزنم. یه مقدار استرس دارم چون ممکنه کار به 1001 دلیل خوب پیش نره و حتی از تجربیاتی که امروز من به دست بیارم برای شما شاید ایده های زیادی به دست بیاد و حتی که به احتمال 1% هم که کار خوب پیش نرفت تو ویدیوهای بعدی اصلاحش میکنیم. ولی به نظرم به طور کلی خیلی فرصت خوبیه که بتونم باهاتون ایده هامو به اشتراک بذارم. خب قضیه از چه قراره؟ امروز تصمیم گرفتم که یک حرکت خیلی متفاوتی با پرینت سه‌بعدی بزنم. چیکار کنم؟ کسایی که منو میشناسن میدونن که من به غیر از کارهای پرینت سه‌بعدی مهارت‌های دیگه‌ای هم تلاش کردم یاد بگیرم، مثل نقاشی تو سبک‌های مختلف، انجام کارهای رزینی، تابلوهای دکوراتیو و امروز تصمیم گرفتم یک اثری رو بسازم که تلفیق تکنولوژی و هنر باشه. حالا موضوعی که انتخاب کردم به نظرتون چیه؟ توی اون 12 روزی که مردم تو ایران درگیر جنگ بودن که خب خودم هم به هر حال اون 12 روز رو تجربه کردم، روزهای خیلی بدی بود. مثلا یه نمونه خیلی بارزش هم دیدیم که یه سریا مثلا اونایی که تو کار ساختن زیورالات هستن یا کسایی که نقاشی میکشن مثلا طرحهایی و مدل نقشه ایران درست کرده بودن، باش گردنبند ساختن، تابلو ساختن، گوشواره ساختن و ولی تا این لحظه که من دیدم کسی با پرینت سه‌بعدی چنین حرکتی نزده. اگرم زده باشه با کارهای هنری و کارهای میکس مدیا ترکیبش نکرده و من امروز برای اولین بار میخوام این حرکت رو انجام بدم و امیدوارم که یه کار خیلی خوب در بیاد. و جدا از اون خیلی ذهنم درگیری یه جوری برنامه ریزی کنم که بتونم همزمان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم یه ریلز خوبم ازش بسازم. واقعا برای اینستاگرام به ریلز احتیاج دارم. خب دیگه بیشتر از این کشش ندیم، بریم تو کارش. خب میدونستین قراره با یه تیر 2 نشون بزنین، چون قراره هم کار با پرینت سه‌بعدی یاد بگیرین خیلی کم، هم قراره ایده بگیرین، هم قراره کار با رزین یاد بگیرین. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب اول از همه میز کارمو میذارم جلوی دوربین و از اونجایی که دوست ندارم کثیف یا خراب بشه روش یه سفره یه بار مصرفی چیزی میذارم. حالا بوم و قطعه‌ای که از قبل پرینت شده رو آماده میکنم و میذارم کنار دستم تا رنگمو بسازم. برای ساختن رنگ بک‌گراندم من از رنگ‌های زرد اوکر، کرم و رنگ قهوه‌ای استفاده کردم که یه چیز کاملا سلیقه‌ای، شما هر چیزی که دلتون بخواد میتونین استفاده کنین. قطعه پرینت شده‌مو میذارم دقیقاً وسط کار و شروع میکنم به رنگ زدن. اگه رنگی خورده به قطعه پرینت شده‌تون خورد اشکال نداره، چون میتونید بعداً با اسپری سفید رنگش کنیم که قراره تو ادامه ویدیو من همچین کاری انجام بدم. اینجا به این نتیجه رسیدم که اگه چراغ روشن کنم خیلی ویدیو با کیفیت تری دارم. رنگ روی بوممون که خوش شد قطعه رو به آرومی برمی‌داریم و بله خدا رو شکر خیلی تمیز در اومده. اون قطعه‌ای که می‌خواستم سفید بمونه خدا رو شکر رنگی نشده. میذاریم رنگا از روی قطعه‌مون هم خوش بشه که بریم کم کم با اسپری رنگش بزنیم. داریم میریم تو بالکن قطعه‌مون رو اسپری بزنیم بهش. که هیچ کاربردی برام نداره. اسپری رنگ با اسپری هم داره تموم میشه. بچه‌ها یادتون باشه از ماسک استفاده کنید. اسپری رنگمون که از روی قطعه خوش شد میارمش داخل
و با چسب چوب میچسبونمش روی همون جایی که قبلا بود. چسب چوب به نظرم انتخاب بهتریه، چون بعد از اینکه استفادهش کردین کاملا بیرنگ میشه و دیده نمیشه. پشت قطعه‌مو آغشته به چسب چوب میکنم و بعد برای اینکه مطمئن باشم رزین نریزه، از گوشه‌هاش شره نکنه، با یه قلمو گوشه‌هاش هم چسب میزنم. الان بیشترین دغدغه‌م اینه که از لای قطعه پیرینگ شده رزینم شره کنه، یعنی بریزه. میدونین دیگه. بعد از اینکه خوش شد رزین و هاردنرمو به نسبت 2:1 آماده میکنم، یعنی هر چقدر رزین ریختم نصفشو هاردنر میریزم، درست ترکیبشون میکنم. و اینجا من از 2 رنگ میخوام استفاده کنم. برای قسمت دریای خزر و خلیج فارس از رنگ پودری صدفی آبی استفاده میکنم، چون صدفی یه مقدار حالت براق داره و دوست دارم یه مقدار درخشان تر باشه و خودشو نمایان کنه. برای قسمتی که خاک ایران هست با توجه به موضوع ویدیو رنگ خمیری مشکی انتخاب میکنم و به آرومی اول از دریاها شروع میکنم و میریزم داخل قسمت‌های مشخص شده. بعد از اینکه رزین رو ریختم با فندک اتمی روش حباب گیری میکنم و بعد میرم سراغ قسمت سیاه رنگ که مربوط به وسط کارم میشه و اونو هم دوباره با فندک اتمی حباب گیری میکنم و صبر میکنم تا دیگه خودشو بگیره. دقیق اگه بخوام بهتون بگم باید تقریبا 24 ساعت بهش مهلت بدیم تا رزین سفت بشه و خودشو بگیره. و اینم از نتیجه کار. راستش بخواید فکر نمی‌کردم برای اولین بار بتونم انقدر به خوبی اجراش کنم. امیدوارم همه ما ایرانی‌ها در هر جای دنیا که هستیم روزای بهتری رو پیش رو داشته باشیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. برای سفارش این کار میتونین به دایرکت پیج تیری دی اکشن پیام بدید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.